سلام بچه ها، من سمی هستم و امروز اومدم با یه ویدیو راجع به یوگای صبحگاهی همراه با انعطاف پذیری. با من لطفاً این ویدیو رو تا انتها ببینید. برای شروع حرکت چانه رو در راستای زمین قرار میدیم. به مستقیم نگاه کنین. دست راست رو کنار شقیقه چپ قرار میدم و دست چپ رو صاف و کشیده بر روی زمین میذارم. طوری که انگشتان دست انگار که داره در زمین فرو میره و سر رو به سمت راست حرکت میدم و میکشم. 5 دم و بازدم در این حرکت میمونم. برای سمت دیگه هم انجام میدم. با دست چپ سر رو به سمت چپ میکشم. کشش بسیار خوب و قوی در ناحیه گردن در سمت راست به وجود میاد، در شانه راست به وجود میاد و احساس میکنین اگر دست از روی زمین بلند شد یا حرکت کرد ایرادی نداره، ولی سعی کنین که دست رو صاف و کشیده قرار بدین. حالا در وضعیت سیداسانا قرار میگیرم. دم میگیرم، به سمت جلو میام، چانه رو به آسمان، قفسه سینه باز و فراخ و در بازدم به سمت عقب میرم. سر رو به سمت پایین میارم، چانه به سینه نزدیک میشه، شکم سفت و منقبض میشه و پشتم قوس میکنه. خیلی آهسته و آرام این حرکت رو انجام میدم. در این حرکت در بازدم یک کمی دنبالچه به سمت داخل میره و شکم رو منقبض بکنیم. در دم تا جایی که امکان داره سر رو به سمت عقب بدین، سینه رو باز کنین، شانه ها رو از گوش ها فاصله بدین و چانه رو به آسمان. و در بازدم سر به سمت پایین میاد. حالا پای راست رو صاف و کشیده قرار میدم. دست چپ رو کنار گوش میبرم. با دست راست انگشتای پای راست رو میگیرم. سینه باز و فراخ و به سمت راست متمایل میشم. کشش محسوسی رو در ناحیه چپ احساس میکنم. نگاهم رو به آسمانه و سعی میکنم که زانوی راست رو به زمین نزدیک بکنم و زانو از روی زمین بلند نشه. دم و بازدم های عمیق و آرام میگیرم. سینه باز و فراخ باشه. دست چپ رو بر روی زمین میذارم. دست راست صاف و کشیده از روی دو پا رد میشه، به عقب میره. شکم رو باز میکنم، لگن رو باز میکنم، سینه رو به جلو میدم و بازدم رو از روی زمین برمیدارم. 5 دم و بازدم در وضعیت میمونم و دوباره به وضعیت اولیه برمیگردم. حالا دست ها رو بالای سر میبرم. در بازدم دست ها رو میارم و انگشتای پا رو میگیرم. سینه باز و فراخ، ستون فقرات صاف و کشیده، سر در راستای ستون فقرات و 5 دم و بازدم یا 7 دم و بازدم در این وضعیت قرار میگیرم و میمونم و سعی میکنم که زانوی راست به زمین نزدیک بشه و از روی زمین بلند نشه. کشش بسیار خوبی در پشت پا و همسترینگ به وجود میاد و احساس میکنم. خب از وضعیت خارج میشم. حرکت پیچ نشسته رو انجام میدم. پای راست رو میارم در کنار زانوی چپ. با دست چپ زانوی راست و ران راست رو میگیرم و به سمت راست به عقب میچرخم. نگاهم رو به عقب، سینه باز و فراخ، ستون فقرات صاف و کشیده است و با ران پای راست به شکمم فشار وارد میشه
و در وضعیت 5 دم و بازدم قرار میگیرم و میمونم. خب از وضعیت خارج میشم، پا رو عوض میکنم، پای چپ صاف و کشیده قرار میگیره و پای راست در کنار ران پای چپ. زانوی چپ به زمین سعی میکنم بچسبه. دست راست رو کنار گوش میبرم، بعد با دست چپ و با استفاده از سیستم کلژی انگشتای پا رو میگیرم، زانو رو به زمین نزدیک میکنم، سینه باز و فراخه، نگاهم رو به آسمانه و یک کشش بسیار خوبی رو در ناحیه پهلوی راست احساس میکنم. دم و بازدم های عمیق و آروم میکشم و دست کنار گوش صاف کشیده است. از وضعیت خارج میشم، دست راست رو بر روی زمین میذارم، دست چپ رو از روی دو پا حرکت میدم و میکشم به سمت عقب. نگاهم به عقب هستش، شکم باز و فراخ، سینه باز و فراخ، بازن رو به بالا میدم. 5 دم و بازدم در این حرکت میمونم و از وضعیت خارج میشم. دوباره پاها رو فیکس میکنم، در جای مناسب قرار میدم، دستها رو بالای سر میبرم و دوباره از سیستم کلژی استفاده میکنم. زانو رو کمی خم میکنم، انگشتای پا رو میگیرم و سعی میکنم که زانو رو به زمین بچسبونم و روی زمین نگه دارم. 5 دم و بازدم در این حرکت قرار میگیرم و میمونم. نفسهای بسیار آرام و عمیقی داشته باشین و به بدنتون آگاه باشین. خب از وضعیت خارج میشم، حرکت پیچ نشسته رو برای سمت چپ انجام میدم. پای چپ کنار زانوی راست قرار میگیره، کف پا بر روی زمینه و با دست راست زانوی چپ رو میگیرم و به سینه فشار میدم. دست چپ رو به حالت سه‌پایه پشت قرار میدم، نگاهم به عقب هستش. 5 دم و بازدم یا 7 دم و بازدم در این وضعیت قرار میگیرم و میمونم. دقت داشته باشین، نکته مهم اینه که هر دو سمت لگن بر روی زمین قرار بگیره و بمونه. حالا دست ها روی زانوها میذارم، چشمامو میبندم و به بدنم نگاه میکنم، ببینم کدام عضلات ها بافت ها بیدار شده و کدوم قسمت ها تحت کشش و انعطاف قرار گرفته. ممنون از شما که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. لطفاً منو با لایک، کامنت و سابسکرایب جهت بالا اومدن کانال یوتیوبم حمایت کنید. ناماسته عزیزان.